بسم الله الرحمن الرحیم. در دین اسلام 4 عبادت اصلی داریم که علما میگویند که ارکان اربعه اسلام، یعنی 4 عبادت عملی اسلام که عبارتند از نماز و زکات و روزه و حج، که بنابر روایتی رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند بنی الاسلام علی 5، که دین اسلام بر 5 پایه و ستون استوار است. اولی که شهادت هست، گواهی دادن و شهادتین، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. بعد از آن نوبت ارکان عملی اسلام هست، اصول عملی اسلام که اساسشان همین 4 عبادت هست: نماز و زکات و روزه و حج. از میان این 4 عبادت مهمترینشان که تأکید بیشتری بر آن شده در قرآن و احادیث پیامبر، بحث نماز هست. و برای نماز شرط صحت نماز به اتفاق تمام علما طهارت هست، که انسان باید طهارت داشته باشد، وضو داشته باشد تا اینکه بتواند نماز بخواند. به خاطر این هست که در کتاب‌های فقهی، هم در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه و هم در مذاهب دیگر، نخستین باب و مبحثی که در کتاب‌های فقهی آمده بحث طهارت هست، زیرا که طهارت و وضو داشتن شرط نماز هست، مقدمه‌ای برای نماز هست و نماز هم یکی از مهمترین، بلکه مهمترین و اساسی ترین رکن عبادی و عملی دین اسلام هست. الله متعال در شریعت اسلامی به طهارت اهمیت بسیار زیادی داده، هم طهارت شخصی، نظافت شخصی، و هم نظافت حتی درونی، یعنی قلب انسان پاک باشد، طاهر باشد از شرک و ریا و بقیه رذایل اخلاقی، هم بدن انسان پاک باشد، هم لباس انسان و هم مکان و جای زندگی انسان باید پاک باشد. بدین خاطر هست که الله متعال در سوره بقره آیه 222 می‌فرماید ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. الله متعال پاکیزگان را، آنهایی که در پی پاکیزگی هستند، الله متعال آنها را دوست دارد. و رسول الله صلی الله علیه و سلم هم بنابر روایت صحیح مسلم فرمودند الطهور شطر الایمان. الطهور شطر الایمان. طهور به معنی وضو گرفتن، به معنی نظافت، به معنی پاکی هست. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند وضو و حاصل کردن طهارت شطر ایمان هست، نصف ایمان هست. به این اندازه در شریعت اسلامی به طهارت اهمیت قائل شده که آن را رسول الله صلی الله علیه و سلم نصف ایمان معرفی فرمودند. و نماز که مهمترین عبادت هست و حجاب و سدی هست در میان کفر و ایمان، مقدمه اش و شرطش همین طهارت و پاکیزگی هست. و همچنین رسول الله صلی الله علیه و سلم در روایتی که در سنن ترمذی هست فرمودند مفتاح الجنة الصلاة، کلید بهشت نماز هست. یعنی مهمترین عمل عبادی یک مسلمان نماز هست، که اگر بخوایم از میان تمام عبادت‌های شرعی اهمیت نماز را مشخص بکنیم، این هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که کلید بهشت در واقع نماز هست، گرچه قبل از آن همان شهادتین هست، اقرار و اعتراف به یگانگی الله متعال.
و در ادامه فرمودند و مفتاح الصلاة الطهور، و مفتاح و کلید نماز طهارت هست، وضو هست. پس بنابراین در شریعت اسلامی به طهارت و وضو اهمیت بسیاری قائل شده. الله متعال پاکیزگان را، آنهایی را که طهارت حاصل می کنند، آنها را دوست دارد. طهارت نصف ایمان هست. همان گونه که نماز کلید بهشت هست، کلید نماز در واقع طهارت هست. بدون طهارت و بدون وضو نماز ممکن نیست و اگر هم خوانده بشود قابل قبول نیست. پس بنابراین به این خاطر ما در ابتدا باید بپردازیم به مسائلی که در مورد باب طهارت هست. باب طهارت و پاکیزگی نخستین مبحثی هست که در کتاب‌های فقهی شما آن را خواهید خواند و ما هم این برنامه را با این باب و با این مبحث آغاز خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.